جاینماز زیر بغل راه به سوی مسجد. این صحنه معمولی است که هر روز جمعه در دور و بر مسجدهای تاجیکستان به نظر می رسد. صحنه‌ای که در کشورهای دیگری مسلمانی کمتر مشاهده می شود. رادیو آزادی دلیل این را از نمازگزاران جویا شد. کمتر تنگ بوده. راست ما اینجا کار میکنیم. قریب گفتیم اومدیم. جا جاش تنگ بوده کمترش. اینا مسجد کلام میریم بین جای نماز مقصد اونجا جا میشود. برخی ها در شبکه‌های اجتماعی حدس میزنند که احتمال با علت پاک نبودن مکان نمازگزاری آدمان با خود جای نماز میگیرند. اما نمازگزاران با دلیل تازه نبودن جای نمازگزاری در مسجدهای کشور هم نظر نیستند و با احتیاط صحبت میکنند. تازه هم اشاره جای نماز داری و میگیرن خودشون که اگه رفته و جور نبرمونه یا بیرون در یا یکم جا میمونن میخونن. تمام. نمایندگان چند از مسجدهای پایتخت راضی نشدند که در مورد سبب‌های با جای نماز وارد مسجد شدن نمازگزاران صحبت کنند. اما بعضی از نمازگزاران در صحبت‌های بدون دوربین از نارسایی جای در بیشتری مسجدها در نمازهای جمعه و عیدها نگرانی کردند. مشکلی که کمیته دین هم قسماً آن را میپذیرد. ظاهراً مشکل کمبود جای در مسجدهای دوشنبه جدی‌تر از آن چیزی است که نمازگزاران میگویند. مقامات برای رفع این مشکل و پیشگیری از ازدحام به 23 مسجد 5 وقته به طور استثنا اجازه برگزاری نمازهای جمعه را دادند. فعلا تنها در شهر دوشنبه 5 مسجد جامع مرکزی و 26 مسجد جامع فعالیت دارند و در سراسر کشور 48 مسجد جامع مرکزی، 328 مسجد جامع، 3612 مسجد 5 وقته، یک مرکز اسلامی و 3 جماعتخانه موجود است.